میخواید با هم نوع بخونیم تکرار کنیم؟ رأس العباده حسن الظن بالله. امام رضا علیه السلام میفرماید احسن الظن بالله، ظن خودتون رو به خدا خوب کنید. یعنی آدم باید بگه که نه خدا خوبه، کمک من میکنه، هوای منو داره، نه خدا منو رها نمیکنه. اصلا ابلیس یک مکاریه به خدا قسم. شما چجوری هستی به همونجوری رفتار میکنه. آقا من حس عرفانی دارم، یاره حس آنن برمیگرده. بله نامرد تو تا 2 دقیقه پیش داشتی میگفتی ویلکام بابا، این نه دیگه الان میگم تو حس عرفانی داری واقعا. حالا بگو ببینم ابلیس میگه واقعا انقدر ما آلوده شدیم، خدا دیگه اصلا میبخشه. لا اله الا الله. بعد این با همین ابلیس وجود خودش که داره مایوسش میکنه از رحمت خدا، میره تو جلسه دعای کمیل. درسته؟ میگه خدایا حداقل یه دونه گناه رو ببخش، خدایا میدونم نمیتونی تو هم ببخشی ولی حالا دیگه کوتاه بیا. بعد ابلیس میگه گریه کن حالی بده، گریه کن، راحت باش. گریه میکنه، گریهش بنزین جهنمش میشه. خدا که مرا نمیتواند ببخشد، خدا که دست مرا نمیگیرد، من چه کار کنم که خدا یک نگاهی به من بکنه، امام زمان یک لطفی به من بکنه. تو بغل امام زمان داره اینجوری آرومش میکنه امام زمان، میگه حالا من چه کار کنم امام زمان، یه ذره مرا نگاه کنم. بابا بغلت گرفته. این همش مکاید ابلیسه. شما الان حسن ظنتون به خدا چقدره؟ فکر کنید، قشنگ فکر کنید. امتحان میگیریم الان، هر کسی سوال منو تو ذهن خودش جواب بده. شما همتون میتونید به مقام معنوی حضرت آیت الله العظمی بهجت به سهولت برسید. هر کی باور نداره سوء ظن به خدا داره. چرا موقعی نرسی؟ میتونی برسی. باشه نرس ولی میتونستی برسی. همینجا اینو قبول کن، روز قیامت آتش حسرت وجودتو نگیره. رسیدی رو خدا ما آقای بهجت نشدیم، ما دنیا میتونستیم بشیم، اشتباه کردیم. کم آروم باشیم اینجا. من بهت گفته باشم الان چقدر شما حسن ظن به خدا داری؟ آقا نمیشه، تو که بنا نیست این کارو بکنی، خدا بناست این کارو بکنه. مگه آقای بهجت خودش اینجوری شده؟ ازش میپرسیم خدا لطف کرده درش اون خدا به تو هم میتونه لطف کنه. من دیدی سوء ظن داری؟ گفت من دیدی، گفت به من دیدی، شما دیدی؟ حسن ظنونکم بالله.